آستانی امام راهب بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پروردگارا بانوان سرزمینم را من اصلا باورم نمیشه که اومدم ودا کنم با رهبرم و حتی با تسبیحی که ازشون هدیه گرفتم بخوام برای در نبوغشون براشون صلوات بفرستم و آمریکا بدونه که ما منتقم خونه رهبریم و هیچ وقت نمیتونه دست از ما خطا کنه. من از موقعی که امام رفتن عکسش رو میبینم و حتی توی خبرگزاری ها ازش صحبت میشنوم سراسر مملو از عشق و آه و حسرت میشم که چرا این بزرگمرد اینقدر زود از بین ما خدا خامنه‌ای رو امام خامنه‌ای رو خواست که اون لحظه خدا خواست. آمریکا هیچ وقت نمیتونست امام ما رو از ما بگیره. خدا خواست که امام اون لحظه شهادتش برسه. و من از اطرافیانم همونطور که خودمم حسم نسبتاً خیلی بیشتر شده از اطرافیانم که حالا یه خورده پوشششون و تدینشون نسبت به من فرق میکنه میبینم که خیلی روشون تاثیر گذاشته و با خودم میگفتم ای کاش این شرایط یه جور دیگه ای رقم میخورد که در حضور و بود آقا این اتفاقای قشنگ این شکل به این سبک رخ میداد. اما خب آقا با رفتنشون هم به تمام تک تک مردم ایران هدیه دادن و اون هدیهشون تغییری در سبک زندگی و نگرش مردم ما بوده. من میبینم بین همسن و سالای خودم خیلی ارادتشون رو نسبت به حضرت آقا و همینطور اهل بیت علیه السلام دارم میبینم که چقدر بیشتر و افزون شده. ما همه اومدیم، همه مردم اومدیم برای خونخواهی پدرمون. همه این بزرگترین اجتماعه توی جهانه، توی دنیاه برای خونخواهی. ما تک تکمون فرزندان آقا هستیم، هممون فقط برای خونخواهی اومدیم. بگیم ترامپ تو فکر کردی پیش خودت چه فکر کردی؟ فکر کردی حاج قاسم رو کشتی تموم شد؟ سردارامون رو کشتی تموم شد؟ نه، تو به مغز پوکت چیز نکن، اقتدا نکن، اصلا مغزت خالیه. آقای خامنه‌ای زنده است، خامنه‌ای ما زنده است و جوان شده و با اقتدارتر جلوت میستیم و میزنیم توی دهنت. خدا نشان قد کنه آقامون از زبان گرفتن، پدرمون رو گرفتن. آقا
آسمانی امام راهب بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پروردگارا بانوان سرزمینم را من اصلا باورم نمیشه که اومدم ودا کنم با رهبرم و حتی با تسبیحی که ازشون هدیه گرفتم بخوام در نبوتشون براشون صلوات بفرستم و آمریکا بدونه که ما منتقم خونه رهبریم و هیچ وقت نمیتونه دست از ما خطا کنه. من از موقعی که امام رفتن عکسش رو میبینم و حتی توی خبرگزاری ها ازش صحبتی میشنوم سراسر مملو از عشق و آه و حسرت میشم که چرا این بزرگمرد اینقدر زود از بین ما خدا خامنه‌ای رو امام خامنه‌ای رو خواست که اون لحظه خدا خواست. آمریکا هیچ وقت نمیتونست امام ما رو از ما بگیره. خدا خواست که امام اون لحظه شهادتش برسه. و من از اطرافیانم همونطور که خودمم حسم نسبتاً خیلی بیشتر شده از اطرافیانم که حالا یه خورده پوشششون و تدینشون نسبت به من فرق میکنه میبینم که خیلی روشون تاثیر گذاشته و با خودم میگفتم ای کاش این شرایط یه جور دیگه ای رقم میخورد که در حضور و بود آقا این اتفاقای قشنگ این شکل به این سبک رخ میداد. اما خب آقا با رفتنشون هم به تمام تک تک مردم ایران هدیه دادن و اون هدیهشون تغییری در سبک زندگی و نگرش مردم ما بوده. من میبینم بین همسن و سالای خودم خیلی ارادتشون رو نسبت به حضرت آقا و همینطور اهل بیت علیه السلام دارم میبینم که چقدر بیشتر و افزون شده. ما همه اومدیم، همه مردم اومدیم برای خونخواهی پدرمون. همه این بزرگترین اجتماعه توی جهانه، توی دنیاه برای خونخواهی. ما تک تکمون فرزندان آقا هستیم، هممون فقط برای خونخواهی اومدیم. بگیم ترامپ تو فکر کردی پیش خودت چه فکر کردی؟ فکر کردی حاج قاسم رو کشتی تموم شد، سردارامون رو کشتی تموم شد؟ نه، تو به مغز پوکت چیز نکن، اقتدا نکن، اصلا مغزت خالیه. آقای خامنه‌ای زنده است، خامنه‌ای ما زنده است و جوان شده و با اقتدارتر جلوت میستیم و میزنیم توی دهنت.
نشان قطع کن، خدا نشان قطع کنه. آقامون از زبان گرفتن، پدرمون گرفتن. آقا آقا ويبدي